در زمانهای قدیم سوداگر عمر به سر می برد. او 3 دختر و 3 پسر داشت. دختری خردی سوداگر زیبا صنم بسیار صاحب جمال و خردمند بود. او را غیر از اپهایش همگان دوست می داشتند. روزی از روزها سوداگر به نزد فرزندانش آزرده خاطر آمده خبر داد که کارهای تجارتی او خوب نیستند و اکنون باید فرزندان قناعت را پیشه خود سازند. برادران به کمک پدر برخواستند. زیبا صنم در برابر برادرانش به کارهای خواجگی کمک میکرد. لحظه بیکار نمی نشست، اما اپهایش تمام روز را با بیکاری میگذرانیدند. آنها به یگان کاری خانواده دست نمی زدند. بعدی چندی به سوداگر خبر دادند که یکی از کشتی های گم شده اش را یافتند. این خبر همگان را خوشحال ساخت. سوداگر از خرسندی زود راهی شهر را پیش گرفت. هنگام خیر و خوش از دخترانش پرسید که برایشان از شهر چه تحفه آرد. زیبا صنم گل خواست و اپهایش کرتواری. سوداگر رفته کشتیش را فروخت و قرضهایش را سپرید و باز بی پول ماند. او با فکر و خیال زیاد راه به سوی خانه گرفت و در تاریک شبی راه گم زد. ناخواست در نظرش روشنایی تافت. سوداگر نزدیک آمده آن جای کلبه ویرانه را دید. اسبش را نزد کلبه بسته خود وارد آن شد. در درون کلبه کسی به نظر نمی رسید. در بالای میز انواع خوراک گذاشته شده بودند. سوداگر صاحب خانه را خیلی منتظر شد، ولی از هیچ کس درک نشد. او بعد انتظاری زیاد به خوردن خوراک شروع نمود. شکمش را سیر کرد و چطور خواب رفتن خود را نفهمیده ماند. چون از خواب برخاست در بالای کت خواب لباسی نوی را دید. در بالای میز باشد پیاله قهوه گرم ایستاده بود. او در دل به صاحب خانه اظهار مینه‌داری کرده به اسب خود سوار شد و راهی خانه‌اش را پیش گرفت. در راهروی نزد کلبه چشم سوداگر به گلهای زیبای افتاد و خواهش زیبا صنم به یادش آمد. او از بین این گلها زیباترینش را انتخاب نموده کند. در همین لحظه صدای وهمانگیز همه جای را به لرزه آورد و سوداگر در نزد خود مخلوقی دیو صورتی را دید. من تو را از مرگ نجات دادم. با غضب به سر سوداگری دلکف شده نعره زد مخلوق: تو بر عوض این نیکی هایم بدی کردی. اکنون مرگ تو را منتظر است. جناب محترم، خسته حالانه به سخن در آمد سوداگر: من گل را برای دخترم کندم. اگر ملال خاطرتان گشته باشد عذر می خواهم. با این گناه تو شسته نمی شود. تو به مرگ محکوم گردیدی. برو به نزد فرزندانت. آیا آنها همراه تو به مردن راضی‌اند؟ اگر آنها تو را تنها گذارند پس از 3 ماه حتما به اینجا بازگرد، وگرنه تو را از تگ زمین هم باشد یافته می کشم. با قهر گفت مخلوقی دیو صورت. سوداگر نمیخواست که فرزندانش را مخلوق دیو صورت به قتل رساند.
از این رو از دل گذرانید که با فرزندانش خیر و خوش کرده بعد از 3 ماه خود حتما به نزد دیو صورت باز گردد. این خیالهای او را باز نعره گوشکر کننده مخلوق دیو صورت پراکنده ساخت. وقت خانه رسیدی، به تو 1 صندوق طلا تحفه می‌فرستم. گفت مخلوق. این رفتار مخلوق دیو صورت او را در حیرت گذاشت. بیرحمی زیاد و باز مهربانی. سوداگری ره گم زده از ترس راه خانه را پیش گرفت. در خانه او را فرزندان منتظر بودند. سوداگر به دختر خردیش زیبا صنم گل را داد و درباره واقعی به سرش آمده هیچ چیز نقل نکرد. از این حادثه اپه‌های زیبا صنم به شور آمده به او سخنانی ناسزا می گفتند. به همه این بدبختی تو گناهگاری. تو گل خواستی و پدرم به این بلا گرفتار شد. تو باید بمیری نه پدرم. من پدری مهربانم را هیچگاه تنها نمیگذارم. شما بی‌پروا باشید. من خودم به نزد مخلوق دیو صورت میروم. با جرأتی خاصه جواب گردانید زیبا صنم. برادران زیبا صنم به حمایه او برخاستند و گفتند ما به نزد مخلوق میرویم، نه پدرم و نه زیبا صنم. این بیفایده است، گفت سوداگر. من نمیخواهم که شما در دست آن بدزاد جان بدهید. بعد این سخنان پدر غیر از زیبا صنم دیگر همگان خاموشی را اولاد دانستند. زیبا صنمی خردمند و مهربان به مرگ خود راضی بود، ولی پدرش را ذره تنها گذاشتن نمیخواست. این جرأت دخترش سوداگر را روح بلند ساخت و او به زیبا صنم صندوق طلایی فرستاده مخلوق دیو صورت را نشان داد. در این لحظه نیز عقل و خیرت زیبا صنم پدر را به حیرت گذاشت. چه کاری خوب شد که اپهایم را با این تنگه و طلا به شوهر می دهیم و آنها خوشبخت می شوند. روز دیگر به زاری و تولای برادران نگاه نکرده زیبا صنم دعای پدر پیرش را گرفت و راه به سوی خانه مخلوق دیو صورت را پیش گرفت. هنگام خیر و خوش اپه‌های بیرحم و بیخیرتش به چشمان خود پیاس مالیدند تا آب چشمانشان جاری شود و زیبا صنم از آنها نرنجد. آنها خرسند بودند که از او خلاص می شوند. اسب پدرش زیبا صنم را زود به خانه مخلوق دیو صورت رساند. زیبا صنم واردی کلبه شد و دسترخوانی برای 2 نفر آراسته شده را دید. این مخلوق بعد نهاری مرا خوردن می‌خواهد. از دل گذرانید. او بعد نصف روزی مخلوق دیو صورت از کجای پیدا شد؟ او غضب‌آلود از زیبا صنم پرسید تو با خواست خود اینجا آمدی؟ ها، با آوازی پست جواب گردانید دختری خیرتمند. تو آدمی نیک هستی. من به تو هیچ بدی را روا نمی بینم. گفت مخلوق. از تقدیر راهی گریز نیست. برای این من نباید به هراس افتم. از دل گذرانید زیبا صنم. به این فکر و خیال او سحری مخلوق را در کلبه ندیده خواست کلبه و باغ را تماشا کند. زیبا صنم به خانه با حشمت در آمده دید که در گوشه نوشته شده است خانه برای زیبا صنم. در این خانه بر هوا کتاب‌های زیاده و پیانینا گذاشته شده بودند. مخلوق مرا خوردنی است.
پس این چیزها را برای چی آورده است؟ باز از دل گذرانید زیبا صنم. در بالای میز این خانه آینه بود که در آن نوشته بود: هر آنچه که زیبا صنم خواست اجرا میکنم. پدرم را دیدن میخواهم، گفت زیبا صنم. آینه پدر او را نشان داد. زیبا صنم پدر خود را غمگین و آزرده دیده خیلی روح افتاده شد. بعد این همه زیبا صنم دیگر از مخلوق دیو صورت نمی ترسید. زیبا صنم حس کرد که این مخلوق بدکار نیست. شامگاه در سر دسترخوان پرناز و نعمت مخلوق دیو صورت از زیبا صنم پرسید: اجازت میدهی خوراک خوریت را تماشا کنم؟ شما خوجین من هستید، حاجت به پرسیدن نیست، جواب داد زیبا صنم. نه، در این جای گفته ای تو نیز برای من حکم است. گفت مخلوق و اندیشمندانه پرسش را ادامه داد: راستش را گوی، من زشت رویم. شما زیبا نیستید ولی بسیار مهربانید، جواب داد زیبا صنم. عقل و خیرت تو مرا در حیرت گذاشت. گفت مخلوق دیو صورت. از بین خیلی وقت گذشت و روز مخلوق دیو صورت از زیبا صنم خواهشی خانه‌دار شوی کرد. دیو صورت از زیبا صنم جوابی رد شنیده گریه کرد و از نزد او دور شد. از بین 3 ماه گذشت و هرگاه وقت خوراک مخلوق دیو صورت به زیبا صنم می نگریست و با حسرت می گفت: تو برایم عزیزترین کسی، من به تو می میرم، وعده ده که مرا تنها نمی گذاری. زیبا صنم هم وعده داد که تنهایش نمی گذارد. روز زیبا صنم در آینه سحرناک پدرش را بیمار و رنجور دید. او زود نزد مخلوق دیو صورت آمده برای دیدن پدرش اجازت پرسید. مخلوق غم‌آلود گفت: پدرت بیمار باشد برو، ولی مرا فراموش نکن و برگرد که به تو از تنهایی میمیرم. من بعد از 1 هفته بر میگردم، وعده داد زیبا صنم. تو خواب رو و وقت از خواب برخیزی خود را در خانه پدر میبینی. گفت مخلوق. وقتی بازگشت انگشترینت را به جیوانی نزدی کتی خانه پدرت پرتا، باز در خانه من پیدا خواهی شد. بعد این آنها با دل ناخواهم از هم جدا شدند و زیبا صنم به خانه خواب رفت. چون او از خواب بیدار شد خود را در خانه پدر دید. پدر و برادران زیبا صنم را با لباسهای آراسته و زرین صحت و سلامت دیده از خرسندی اشک شادی می ریختند. اپهایش باشند از حرص و بخیلی می سوختند. زیبا صنم به پدر و برادران گفت که 1 هفته پس حتما نزد مخلوق دیو صورت باید برگردد. اپهایش نمی خواستند که او نزد مخلوق برگردد و باز زیباتر و داراتر شود. از این رو آنها به زاری و تولا او را 8 روز در نزدشان نگاه داشتند. زیبا صنم نیز نمی خواست که اپهایش رنجند. شب 9 زیبا صنم در خواب دید که مخلوق دیو صورت در میان علفزاری باغ نزد کلبه افتیده و به مردن نزدیک است. او از خواب خیست و دیگر
طاقت نکرده انگشترین مخلوق دیو صورت داده را به جوانی نزدی کتی خانه پدر گذاشت و به خواب رفت. چون از خواب خست باز خود را در کلبه مخلوق دیو صورت دید. زیبا صنم بهترین لباسهایش را پوشیده منتظر مخلوق دیو صورت نشست، ولی از او درکی نبود. او خواب دهشتناکش را به یاد آورده به سوی باغ شتافت و مخلوق دیو صورت را به هوش و به یاد دریافت. زیبا صنم گریه کنان از جوی آب آورد و بر روی مخلوق دیو صورت پاشید. در همین مورد مخلوق دیو صورت چشمانش را به زور گشاده گفت: اکنون که تو در پهلویم هستی، من از مردن نمی ترسم. زیبا صنم با گریه تلخ گفت: نه، تو نباید بمیری. من تو را دوست می دارم و زوجه تو شدن می خواهم. بعد این سخن زیبا صنم همه جای را روشنایی فرا گرفت و مخلوق بدهیبت ناپدید شد و شاهزاده خوش صورت پیدا شد. زیبا صنمی حیرت زده پرسید: مخلوق کجا شد؟ تو کیستی؟ آن مخلوق منم. مرا پری بدسیرشت با جادو به مخلوق دیو صورت تبدیل داده بود. این جادو را محبت پاک از بین برد که تو به آن سبب شدی. من تو را دوست می دارم. به خانه‌دار شویمان راضی شو. گفت شاهزاده خوش صورت. زیبا صنم به یگان دو دیلگی به ازدواج راضی شد و آنها وارد کلبه شدند. در آن جای آنها را پدر و برادران زیبا صنم و خواهرانش منتظر بودند. انا در همین مورد به کلبه آنها پری نکوسرشت وارد شده گفت: زیبا صنم، تو با مهنت حلال و وفاداری به خوشبختی سزاواری. او به خواهران زیبا صنم رو آورده گفت: شما برای بدبینیتان به هیکل‌های سنگین تبدیل می‌یابید و در همین شکل تا آن زمان می‌ایستید که از کرده پشیمان می‌شوید. لیکن من حس می‌کنم که این روز هیچگاه فرا نمی‌رسد. زیبا صنم و شاهزاده عهد نکاح بسته خوشبختانه تا آخر عمر یک جای زندگی می‌کردند. اینجا افسانه ما به پایان رسید. با کانال ما آبونه شدن را فراموش نکنید. اگر افسانه پسندتان شده باشد، خواهشمندم که علامت بسیار خوب را پخش نمایید. خانه آباد و سربلند باشید.